محترمان در اینجا بسیار سخنان قیمت بها گفتم. من در سن 87 یکم بار میگیرم سخنهای پرمعنا گپ‌های شیرین را شنیدم. چونکه ما اصلا ما چند ساخت دولتی را گذراندیم. 25 سال پیش این دولت خیلی نبود. هم تو میدونید این سرمی در بخارا 1 میلیون تاجر زندگی میکرد. ما اونچ داریم. ما تحقیقات بزرگ نما حجت دست آمدن. 1 میلیون برابر. 100 میلیون یهودی بود. دو کشته امریکا رفتن. اسرائیل رفتن. همه جوبه قشلاق‌های کلام تاجیک‌ها زندگی میکنن. چون اینو همه قشلاق‌ها 1000 سال 2000 3000 سال شده. من فکر میکنم که اگر همه قطر خلق یک تا مکتبی تاجیکی نیست بود 52% مکتبای ولایت من کار کردم صحبت 52% مکتبای ولایت تاجیکی بود 37% ازبکی بود ماندگیش روسی قزاقی بود این چیز در دوره علمی رشیدوف در دوره کریموف از بین رفت قانون یگان خیلی قانون نستگینی قرار قبول کردنی اینا هم تو دهنکی گپا کنید نیست کردن انا همون فرزندوی ما من نبیرام هست نبیرام یک شیره یاد کردم برای به زبان دولتی 15 شب خوابنده اونیش دلیش کردیم فرزندی اگر ازبک باشد و یک شب یاد بگیرد بعد در وقت خواندن اینا اکسیل میخونن از یاد دادم برمی‌دارن سی بمونن 4 بمونن 3 بمونن چون اکسیل میخونن برای همین من یک التماسم هر دو برسیم من جدو میندار هستم جناب عالی مثلا عبدالرزیه من قصیده نیستگی هر بیاشون اگر رخصتتون خوانده میتیم همین کتابم بست هر بیاشون من قصیده کلام نیستگی من میخواستم که انا همین کتابم اعتبار داده شود اکنون حاضر گفت جاوایی نیست پنهانی نیست دولت‌های مستقل دولت‌های چی بیان آزاد جهانی هستیم ما همه چیز ما آزاد روشت گویی هست نیمرات فکرتان گفتن ممکن است برای همین میخواستم که اعتبار داده شد مکتب‌های تاجیک به اعتبار داده شد همین یک تاجیک بندی دیگر ملت هم به لیکن از جهت شما ما در ولایت در جای یکم میستیم 1 میلیون ما خودمون من اگر در باشم جدا متدانم ممکنه ما تحقیقات بزنم در 70 سال و دیگر مثلا هم هست که مسئله میدان کلام نکنه همین گفتن حجتش نیست من باوری دارم که اگر دو پیامبر دو نماینده خداگوی من میشود از آسیای مرکزی برآمد اینا دنیا هر دویشون هم میشناسن یک خیل غمخوار خلق یک خود فرزندوی برنامند خلق هستن اینا در دلشان علمی خطر یگان کینه یگان عداوت ندارن من در اینا رحمت میگم که دو خلق یک کردن ما یک شدیم موضوع خیلی یک دولت داریم ما این مسئله همیشه حل کنه میتونیم لیکن خودی ما هم وابسته است خودی ما هم بهتر حرکت کنیم درد ما گفته تو نمیخواد و درد ما نگویم این مسئله حل نمیشه حالی کریم فرد حالی آدماش مرد 25 سال ازبکستان ایستاده کرده ترقیات خودش نمیشه گپ زده نمیتونستیم تاثیرهای گنده ببینیم ما هم وقتا انا حاضر ما آزاد چی بیم گفتم میگیریم گفته میشونیم رهبران هم کردیم دیگران هم کردیم من میخواستم که همین دوستی تاجیک و ازبک ابدی باشد رهبران اینا دستگیری کنن ما یک خلقیم ما یک آدم اون تو عادت ما فرهنگ ما یخیم حقیقتا بخارا این گهواره تاجیک است احتمال میرد که زبان تاجیک از همین جا پیدا شده چون اینه زبان شناسی ایران نامشون از خاطرم گفته شامشون است حقیقتا همونطور برای همین زبانهای ما با اعتبار داده شود در اعتبار داده شد همین مکتب ها من کاش که میدیدم که بخواه به یک مکتبی تاجیک یک کسی تاجیک میشه یک خمس معلی محترم ما قوانی دارم من نماینده ولایت نمیشه منتشر کنم
من التماس میکردم عراقی ولایت که یک داخل مکتب دوچی که یله بکردم انا مو یله کردیم انا شایدو مو چهار تا منچی و مدیر معارفی ولایت بدر آمدیم و از غلطی سی بی توجی که بگیره بیشتر رخصت داد رئیسی منچی مدیر معارف دم رخصت داد رایان بودگی یک ملتش من دارم و همون مکتب دیکترش که زبانی کرده فتنه خیزانده دوتا همون کلیم غلطی داری خشلاق ما برد 7000 احوالی داره یک دوتا کلیش برد کنید همونه یافته همون بچه اوشا نسیلی توجیکی تو روم ندیدن هم بگیرتن همونه تو رفته ایاخت من مولیدن کی بهش بیشتر توجیکی دارم معلم روزاده ما باوری کامل دارم که این مسئله من نماده ولایت است حل می شود من بیلم هر خواسی یک تصمیم بگیرم